با جوانان نصیحت ما چیه؟ ما میگیم که ملت در سیمای جوان زنده میمانه، دولت در سیمای جوان پاینده میمانه، وحدت، صلح، اتحادی، اتفاقی در سیمای جوان پاینده است. مملکت تینج باشه الحمدلله با زحمت راهبر ببین چه خیلی پیش رفته شده است، آباد شده شده است. خب این یک خیستیم یک ساعته با برجام رسیدیم. امثال همین یا همین گنده همین که صلح باشه و وحدت باشه و اتحادی اتفاقی باشه همه مراد حاصله. خدا نکرده اگر یک نارامی باشه چیه ما میتونستیم به اینجا آمدن یا در همین وقتهای جنگ چی بود؟ از خانه در آمدن نمیتونستی. آدمو در خانهش حولش در میبرامد تیره هوا میامد میزدش میامد. این خوبه، هیچ وقت خوب نیست. جوانان عقلش به سر بگیره دوست از دشمن بشناسه. کس نخورد پشت من بغیر ناخون انگشت من. ما خودمان دولتمان صلح وحدت اتحادی را اتفاقی را یکتنی را یکجانی را در گرد راهبرمان خودمان بنا میکنیم. خودمان خانه ساختگیمان را به دست خودمان بیرون میکنیم.